نتیجه انتخابات روز 6 نوامبر پرزیدنتی تاجیکستان تقریبا برای کسی دیگر پوشیدن نیست. برنده معلوم است، امامعلی رحمان. و حتی اگر عین حال با نظر و نامزد یگانه مخالفین ثبت نام هم میشد، گمان بود که اسم غالب را عوض کند. خود جوی حاکم بر انتخابات های تاجیکستان چنان است که امکان تبدیل قدرت از راه انتخابات معیار اساسی فرق کننده جامعه دموکراتی از غیر دموکراتی را اصلا راه نمیدهد. اما حکومت امامعلی رحمان امسال برای بار اول بعد از رقابت شدید سال 1994 او با عبدالملک عبداللهجانوف شاهد تلاش برای چنین رقابت انتخاباتی شد. این تلاش که با نظر و نام داشت پیشگیری شد، ولی یک سلسله اشتباهات و مشکلات در سیاست در تعریف دستگاه تبلیغاتیش خیرتمندانه آقای رحمان را برملا کرد. اصلاح این اشتباهات با تعبیر یک همصحبت ما در دوشنبه میتواند وظیفه خانگی امامعلی رحمان برای این دوره 7 ساله ریاست شود. این دوره حتی طبق قانون اساسی به خاطر تمدید زمان ریاست های امامعلی رحمان چندین بار تحریر خورده تاجیکستان دوره آخرین ریاست است و بسیاری ها به این دلیل امیدوارند که او این نوبت صمیمانه برای تاریخ کار خواهد کرد. صاحب نظران امیدوارند که امامعلی رحمان و اعضای تیم او با این همه معرکه های ساخته مدهوسانه که مقامات محلی با استقبالش در شهر و نواحی آماده میکنند فریفته نشده واقعیت ها را هنوز میشناسند و میفهمند که تیم کنونی دیگر جوابگوی طلبات زمان معاصر نیست. امیرقلعظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان تاجیکستان نیز درباره ضرورت تغییرات در سیاست دولت بعد از انتخابات صحبت میکند. در صورت پیروز شدن من به این یگان شک و شبهه ندارم. البته وقتی که مردم راهبر خود را انتخاب کردند و به وی باور کردند که وی باید که جامعه را راهبری کند، البته به خاطر اون که راهبر اون وظیفه‌ای که در نزد وی ایستاده است و سری وقت وعده های داده در نزد مردم اجرا کند، البته در صف خود شخص‌های میگیرد که باید با اجرایش این وظیفه صادق باشند و این وظیفه را از صحن دل صادقانه اجرا کرده توانند. و البته همه میدانند که پس از انتخاب نوی پرزیدنت حکومت به استعفا می رود و حکومت نو تأسیس می یابد. امیرقلعظیموف درباره سمت و سوی این اصلاحات به عقیده اون ناگزیر جزئیات زیاد نداد، ولی تغییراتی را که در جامعه انتظار دارند میتوان در چند دسته تصنیف کرد. همینطور 11,000 محبوس در زندانهای تاجیکستان چون همیشه امیدوارند که به مناسبت انتخابات یک عفو سراسری اعلان می شود. منتقدان با یک اصلاحات فراگیر سیاسی اقدام کردن حکومت نو امامعلی رحمان را امر لازم و دیگر ناگزیر می دانند و میگویند این اصلاحات باید از جمله شرایط را برای انتخابات در واقع آزاد و شفاف مهیا ساخته، در نهایت معیارهای حداقل یک نظام دموکراتی و اصلاح آبروی کنونی تاجیکستان را که حالا در دنیا یک نظام خودکامه و تحت سلطه یک گروه محدود خودخواه تعریف می شود بپذیرد. بسته دیگر دعوت‌ها مربوط به مشکلات روزمره مردم است و نه فقط از زبان منتقدان بلکه از سوی مردم عادی و به حول و حال سیاسی کشور اکثرا بی‌طرف نیز زیاد به گوش می‌رسد. بالاخره نقطه گذاشتن به برقه که در این عصر 21 هم هر زمستان از گریبان تاجیکستان میگیرد از جمله این طلب هاست. وعده به یک افسانه برای نسل‌های نو تبدیل دادن لیمیت برق را امامعلی رحمان هنوز در انتخابات قبلی سال 2006 داده بود و میبایست این لیمیت هنوز در سال 2009 مالی تاریخ میشد، اما نشد. و حالا امید مردم این است که آقای رحمان اجرای این وعده را حداقل تا سال 2020 طول ندهد. انتظار دیگر مردم البته مربوط به تهیه جای کار با معاش مناسب برای بیش از 1 میلیون مهاجر کاری است که روزی خانواده‌های خود را در یک شرایط پرعذاب در غربت به دست می‌آورند. افزایش تعقیب این مردم در روسیه، طلب به وطن برگرداندن و در خود تاجیکستان با جای کار تامین کردن این ارتش بزرگ را داغ‌تر کرده هرچی بیشتر صداهای بلند می‌شوند که دوشنبه نباید دیگر به امید آش همسایه ترب بتراشد، بلکه فکر تامین شهروندانش با جای کار و معاش خوب را خودش بکند. دوشنبه یعنی امامعلی رحمان و حکومت او. خبرنگار تاجیک نیلوفر کریم میگوید موضوع مهاجرت
که این یک داغ جامعه ما شده است، باید از این شروع کند، چون همگان میدونیم در یک هفته نه کمتر از 10 جسد مهاجران تاجیک به وطن آورده می شود و ما باید کارخانه های خودمان رو، یعنی اقتصادیات تاجیکستان رو پیش بردن، یعنی تمامی مهاجران رو، یعنی شهروندان خودمون رو از دیگر کشورها به وطن خود بیاریم و در خودی وطنمون یعنی با کار تأمین کنیم. با گفته تحلیلگران، هر نوع اصلاحات بدون یک پاککاری جدی در صفوف حکومت تاجیکستان معنا ندارد. در بحث‌های سامانه آزادی حتی طرفداران امامعلی رحمان نیز این نکته را اعتراف می‌کنند که جناب عالی خودش آدم خوب است، ولی بعد انتخابات باید یک بار اطرافش را جداً تازه کند و پیش از همه از خویش و تبار خودی او. علاوه میکنند منتقدان مثل شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان، که میگوید مسئله مبرم این نوبسته از منصوبیت حزبی متعلق بودن به محل مشخص و اعتقاد دینی جلب نمودن شخصان با استعداد و ساحه های مختلف حاکمیت دولتی و اقتصادیات ملی و مقامات حاکمیت محلی می باشد. اکنون میگوید همیرای بختیار، خبرنگار هفتهواره آزادگان، مهم این است که در سیاست کادری دوشنبه جای برای عامل‌های چون محلگرایی و خویشبازی دیگر باقی نماند. به نظر من تنها تعیینات درست کادری میتواند این مشکل ها را از بین ببرد. چرا؟ چون که اگر ما قبل از همه دست به آن زنیم که باید نیروی برق رو به مردم منتظم تامین کنیم، یعنی لیمیت برق رو از بین ببریم و اصلاحات رو از بخش انرژی شروع کنیم، من فکر میکنم ما چندان موفق نمیشویم، چون که برای این باز همون کادرهای تلاش میکنن که طول این سالها علاقه آنها در این وظیفه بودند. برای همین بعد از انتخابات 2013 که کارشناسان نتیجهش را علاقه پیشگویی میکنند، بهتر می بود حکومت برای خود، برای رشد خود در 7 سال میمده، برای تا اندازه برطرف کردن مشکل مردم قبل از همه به تعیینات کادری، به اصلاحات کادری دست زند و کادرها رو با توجه به دانش و ملکه جابجا گذارد، نه به اینکه به محل و یا یگان سبب‌های دیگر. تقاضای دیگر از پرزیدنت نو کهنه تاجیکستان جوانسازی کادرهاست. در هیئت کنونی حکومت او یگان نفر نیست که سینش از 40 پایان باشد. نصف وزیران تاجیک سینی از 60 بالا داشته، اکثر بعد از سال 1992 از سطح ناحیه و جماعت یک باره به سطح جمهوری جهیدند. گلفشان ساقی و که مسائل سیاسی تاجیکستان را پیگیری میکند میگوید عصر 21 کادرهای نو حتما جوانتری را میخواهد و این از مسئله‌هایی است که امامعلی رحمان بعد از 6 نوامبر خواه ناخواه در روبرویش قرار خواهد گرفت. یگانه تغییراتی که در نظر است همون وزیرانی که علاقه سینشان به نفقه رسید و رسانه‌های خبری چندین بار گوشرس به حکومت کشور کردند که اینا علاقه سینشان یعنی سینی نفقه رسید و اونها باید از وظیفه روند و فکر میکنم که همین باید دیگر که وزیرهای جوانتر بیایند. تاجیکستان همینطور در پیشروی آنچه که بعد 6 نوامبر اتفاق خواهد افتاد چشم به راه یک تغییرات کلی است، تغییراتی که ضرورتش را هر دو جانب، هم طرفداران و هم مخالفان امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی و غالبا آینده تاجیکستان احساس میکنند، البته هر کدام به گونه خود. امیرقلعظیموف، عضو سابقه‌دار تیم امامعلی رحمان، از بردن اسمهای مشخصی که از حکومت خواهند رفت یا برعکس خواهند آمد خودداری کرد، ولی گفت اینکه بعد انتخابات در حکومت تغییرات خواهد شد امر یقین است. البته دیگرگونه ها میشوند، البته راهبر دولت این چیزها را همه تحلیل میکند و در هر یک ساحه باید که شخصانی وفادار، شخصانی کار دیده، شخصانی که میتواند اون وظیفه‌ای که در نزدش در نزد و ایستاده‌اش اجرا کنند، البته و پیش بری میکند به این وظیفه ها. یعنی تغییرات میشه؟ تغییرات البته همه وقت تغییرات میشه، تغییرات دائمی است، لیکن در این مرحله پس از آن که حکومت به استعفا میرد البته تغییرات میشود. به هر صورت بعد از انتخابات روشن خواهد شد که آیا امامعلی رحمان بعد 21 سال رهبریش بالاخره به یک اصلاحات فراگیر جرأت خواهد کرد و یا چون همیشه با یک اصلاح دیگری ظاهر قناعت خواهد ورزید.
این نوبت او و حکومتش برای تاریخ کار میکنند و یا همچنان در همان باطلاق خودکامگی و خشبازی پای خواهند زد. خوب دیگر ببینیم که بعد 6 نوامبر امام علی رحمان آیا از کدام این دو راه خواهد رفت. شنوندگان عزیز، این و بیش از 300 ویدیوی دیگر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را شما میتوانید در سامانه azadi.tj، صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک و هم در گوشه آزادی ویدیو در شبکه یوتیوب تماشا کنید.